با آدام، یه مرد 19 ساله که به سندروم مبتلاست، آشنا میشیم. اون توی یه شرکت کار میکنه و برای کسب درآمد اسباب بازی درست میکنه. فیلم به صحنه تشییع جنازه پدرش میره. اون نه حرفی میزنه و نه کاری انجام میده. خیلی غمگینه و سندرومش هم باعث شده بیانش خیلی سخت باشه. اون به خونه میره. توی آپارتمان اون طرحهایی رو که توسط پدرش برنامه‌ریزی شده رو خط میکشه، بعد جارو رو میگیره تا تمیز کنه. تقریبا همه چیز عادیه. صبح روز بعد از صبحونه به سر کار میره. اون یه عروسک با تشخیص صدا رو به عنوان یه پروژه جدید توی محل کار طراحی کرده بود. بعدش تصمیم میگیره عروسک رو به رئیسش نشون بده، ولی اون واقعا این ایده رو دوست نداره و بهش میگه که اون رو تغییر بده. اون به خونه برمیگرده. آدم عاشق خوردن دسر ماکارونیه. بعدش میره به سمت کمد لباسش و میبینه که لباسای کثیفی داره. اون به سمت زیرزمین میره و دختری رو میبینه که میخواد درب زیرزمین رو باز کنه. آدم اضطراب اجتماعی داره و صحبت کردن با مردم خیلی براش سخته. اون سعی میکنه بره، اما دختره ازش میخواد که بهش کمک کنه. اون خودش رو به عنوان باک والت معرفی میکنه و وقتی وارد میشه میگه که نویسنده است، اما قراره به طور موقت به عنوان معلم پیش دبستانی کار کنه. باک متوجه میشه که کارت ماشین لباسشویی خودش رو فراموش کرده و از آدم میپرسه که آیا میتونه از کارتون استفاده کنه. آدم کارت رو بهش قرض میده، اما به صورت از اونجا دور میشه چون خجالت میکشه. صبح روز بعد باک آدم رو میبینه که روی پله‌های ورودی نشسته و میره تا باهاش صحبت کنه. اون آدم رو به مهمانی با دوستاش دعوت میکنه. آدم به خاطر اضطراب شروع به لکنت زبان و رفتارهای عجیب و غریب میکنه. اون به آدم میگه که قراره تو خونه‌اش مهمونی بگیره و اگه اونم بیاد عالی میشه. شب میرسه و باک به اتاق آدم میره. در میزنه و میخواد باهاش حرف بزنه، اما آدم بی صدا اون طرف در وای میسته. وقتی بالاخره رهاش میکنه، آدم شروع به گریه کردن میکنه. یه مدت میگذره و آدم رو میبینیم که روی پله ها منتظر باک نشسته. وقتی اون میاد از نیومدنش عذرخواهی میکنه و اونو به اتاق نشیمن خودش دعوت میکنه. اونا به اتاق نشیمن میرن و باک از دیدن یه منظره زیبا خیلی شگفت زده میشه. اون عاشق منظره است، اما آدم شروع به صحبت درباره فضا میکنه که وسواسش مشخصه. باک یه جورایی شگفت زده میشه و بعد از یه مدت از آدم تشکر میکنه و میره. روز بعد با پدرش نهار میخوره. اونا در مورد خونه و زندگی جدیدش صحبت میکنن و حتی به آدم هم اشاره میکنن. وقتی اونا میخوان برن، پدر باک بهش میگه که باید به خاطر کارهای شرکت به دادگاه بره، اما چیز جدی نیست. باک نگرانه، اما بهش اطمینان میده که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. باک دوباره پیش آدم میره. این آدمی که بهش میگه هیچ شرکتی نمیخواد، ولی اون اصرار داره که باهاش بیاد. میرن توی پارک. باک کمی مردده، اما بعدش از چیزی که میبینه خیلی شگفت زده میشه. اونا یه خانواده راکون توی پارک مرکزی میبینن که خیلی نادره. اونا روی یه نیمکت میشینن و تا ساعتهای آخر شب خانواده راکون ها رو تماشا میکنن. روز بعد که آدم داره کار میکنه، رئیسش میاد تا باهاش حرف بزنه. اون از آدم به خاطر سالها کار کردن توی شرکت تشکر میکنه، اما بهش میگه که اون خیلی خوبه و لیاقت بهتری رو داره. رئیس آدمو اخراج میکنه چون اون خیلی خوبه و شاید یکم گرون هم باشه. آدم احساس وحشت میکنه، هراسیده، نمیدونه چی کار باید بکنه. اون میره به یه مهد کودکی که باک توش کار میکنه و شروع میکنه به تماشای بچه‌ها. همین که داره اونا رو تماشا میکنه، یه ماشین پلیس به سمتش میاد. اسلحه رو به سمتش نشونه میگیرن و میگن دستشو بالا ببره. وقتی دارن سعی میکنن آدمو دستگیر کنن، باک از راه میرسه و اوضاع رو جمع جور میکنه. آدم آزاد میشه و در حالی که خجالت میکشه به سرعت میره. وقتی میره یادش میره یه جعبه‌ای که با خودش برده بود رو ببره. بعدن توی شب باک میره تا جعبه رو برگردونه. آدم از باک دعوت میکنه که وارد بشه. بعد از انجام یه مکالمه معمولی ولی ناخوشایند، آدم از باک میپرسه که آیا وقتی اونا توی پارک بودن از لحاظ فیزیکی هم هیجان زده بوده یا نه. باک گیج میشه و ناراحت و سعی میکنه بره. آدم ازش میپرسه که آیا داره به خاطر حرفی که ازش زده ناراحته و میخواد بره، که اون میگه بله. آدم بهش توضیح میده که به خاطر سندرومی که داره درک احساسات دیگران براش سخته. اون باید یاد بگیری که در مورد احساسات و افکار مردم بپرسه، چون فکر میکنه هر چیزی که اون فکر میکنه همون چیزی که بقیه هم فکر میکنن. اون همچنین به باک میگه که به خاطر این سندروم درک رابطه جنسی هم براش سخته. باک سعی میکنه آدم رو درک کنه و میگه که اشکالی نداره. صبح روز بعد باک به مدرسه میره و از همکارش درباره سندروم میپرسه. همکارش فکر میکنه که باک داره
به خاطر مهد کودک میپرسه، اما باک توضیح میده که این در مورد آدامه. باک اعتراف میکنه که آدامو دوست داره ولی با توجه به شرایطش نمیتونه انتظار زیادی ازش داشته باشه. همکارش به باک میگه که این یه رابطه عادی نیست و سعی میکنه یک کتاب درباره این سندروم به باک بده، ولی باک اونو قبول نمیکنه. از طرف دیگه آدام با آقای والتر درباره وضعیت مالیش حرف میزنه. چون پدرش مرده، آدام مجبوره که نقل مکان کنه چون پول لازم برای نگهداری آپارتمان رو نداره. وقتی آقای والتر بهش میگه که چاره دیگه ای نداره، آدام دیگه تحملش سر میره. شروع میکنه به فریاد زدن و میگه که نمیتونه خونه رو بفروشه. دوستش موفق میشه آدام رو آروم کنه و با هم میرن. وقتی دارن به خونه برمیگردن، دوست آدام بهش میگه که باید یه شغلی پیدا کنه. آدام که استرس داره و شغل قبلیش رو پدرش براش پیدا کرده بود، برای چند تا شغل آنلاین درخواست میده. همونطور که روی لپتاپش نشسته، میشنوه که باک داره وارد میشه و تصمیم میگیره کاری عجیبتر از قبل انجام بده. وقتی باک وارد آپارتمان میشه، از دیدن آدام که داره از پنجره خونه آویزون شده و میترسه. وقتی باک وارد آپارتمان میشه، از دیدن آدام که داره از پنجره خونه آویزون میاد داخل میترسه. باک رو دعوت میکنه که وارد بشه و هر دو میخندن. آدام توضیح میده که میخواست پنجره رو تمیز کنه تا بتونه منظره عالی رو از شهر ببینه. باک اونو دعوت میکنه تا برای یک فنجان چای توی خونه بمونه. آدام بهش میگه که درخواست برای شغل داده ولی از مصاحبه شغلی میترسه. بعد از چند لحظه صحبتای معمولی، آدام سعی میکنه بره، اما باک درباره پدرش باش حرف میزنه. آدام اعتراف میکنه که نمیدونه توی موقعیت چیکار کنه و باک ازش میخواد که اونو در آغوش بگیره. مدتی میگذره و میبینیم که آدام و باک توی یه رستورانن. آدام ناراحته و از باک میخواد که بره ولی اون میخواد بمونه. بعد از یه مدت باک میفهمه که آدام چقدر ناراحته و تصمیم میگیره غذای آماده رو سفارش بده. پشت نیمکت میشینن و آب رو تماشا میکنن. آدام وقتی میبینه که براش غذا سفارش داده هیجان زده میشه. اونا شروع میکنن به حرف زدن در مورد پیدا کردن کار برای آدام و اینجاست که باک یه کتاب بیرون میاره و به آدام هدیه میده. این کتاب در مورد چطور شغل پیدا کردنه برای کسایی که سندروم آسپرگر دارن. اونا لحظات عاشقانه‌ای رو سپری میکنن و همدیگر در آغوش میگیرن و یه سری قوانین رو تعیین میکنن که برای رابطه‌شون داشته باشن. یکی از این قوانین اینه که لحظات رمانتیک نداشته باشن. اگرچه واضحه که آدام واقعا با این مسئله مشکلی نداره، ولی به باک احترام میذاره و با این قانون موافقت میکنه. این زوج جدید میرن یه مهمونی که دوستاشون برنامه‌ریزی کردن. آدام واقعا نمیخواد اونجا باشه، ولی باک ازش میخواد که حداقل نیم ساعت بمونه. یکی از مهمترین ویژگی‌های سندروم آسپرگر اینه که وقتی که افرادی به این بیماری مبتلا هستن خیلی صادقن. وقتی دوستان باک ازش میپرسن که آیا میخواد بچهشون رو بغل کنه، اون به راحتی میگه نه. یه مدت از مهمونی میگذره و باک صحبت‌های آدام رو در مورد تلسکوپ میشنوه. به مرور زمان آدام یاد میگیره که یه همدم عالی باشه و باک هیچ کاری جز حمایت از اون انجام نمیده. این موضوع باعث میشه که پدر و مادر باک هم با هم صحبت کنن. مادر باک میگه که باید بهش میگفتن که اون داره میاد. همونطور که باک و آدم دارن وارد سینما میشن، باک پدر و مادرش رو میبینه. اونا همدیگر در آغوش میگیرن و آدام از این حالتش بی‌خبره. اون واقعا نمیدونه چیکار باید بکنه. توی سینما در حالی که خانواده در مورد وضعیت پدر صحبت میکنن، آدام یه سوال عجیبی میپرسه. از آقای باک والت میپرسه که به چی متهم شده و با اینکه همه غافلگیر شدن اون جواب میده. وقتی آدام از اون میپرسه که آیا میتونه بره زندان، باک عصبانی میشه. بعد از قرار باک رو میبینیم که در مورد رفتار آدام با پدرش فریاد میزنه. اون بر سر آدام فریاد میزنه و بهش میگه بیخیالش بشه و جرأت دنبال کردن اونو نداشته باشه. صبح روز بعد باک میره خونه. آدام ازش عذرخواهی میکنه. آدام بهش میگه که یه مصاحبه با یه شرکت داشته. باک خیلی هیجان زده میشه و بهش میگه که باید برای بیرون رفتن برن. اونا میرن پارک و آدام اعتراف میکنه که میترسه و همیشه از مصاحبه ترسیده. باک بهش اطمینان میده که تو این کار اون باهوشه و بیش از حد خوبه. بعد از اون آرام که میشه، اونا کمی سرگرم میشن و مثل بچه‌ها توی پارک بازی میکنن. به مرور زمان باک به آدام ترفندهایی رو یاد میده که مطمئن بشه مصاحبه خوب از پیش میره. به عنوان مثالی که از اونا اینه که به جای نگاه کردن به داخل چشمها، بین چشمها رو نگاه کنه، چون آدام وقتی به چشمای کسی نگاه میکنه عصبی میشه. صحنه بعدی جلسه به دادگاه آقای بوچولدز میرسه. از اون در مورد رابطش با خانواده کوپر سوال میشه و اون اعتراف میکنه که دخترش رو آزار و اذیت کرده و این مسئله همه رو شوکه میکنه. هم باک و هم مادرش
دلشون میشکنه و باک تصمیم میگیره که اونجا رو ترک کنه و بره پارک. در طرف دیگه شهر آدام اولین مصاحبهش رو انجام میده. بعد از مصاحبه میره خونه و مادر باک با گریه بهش تلفن میکنه. بهش میگه که پدر باک به زندان محکوم شده و ازش میخواد تا تو برنامه‌های روزانه باک نگاهی بندازه، شاید بتونن پیداش کنن. وقتی آدام اونو باز میکنه نمیتونه باور کنه چی میبینه که تمام قرار با والدین تو سینما به طور غیر منتظره‌ای برنامه‌ریزی شده بود و باک بهش دروغ گفته بود. باک فوری بعد از خوندن اون میره آپارتمان. آدام حتی نمیتونه بهش نگاه کنه چون گریه میکنه، فریاد میزنه و ازش متنفره از اینکه باک بهش دروغ گفته. آسیب دیده و عصبانیه، شروع میکنه فریاد زدن و میگه که ازش متنفره و شروع به شکستن همه چیز میکنه. در میان فریادهاش به باک میگه که پدرش به زندان محکوم شده و اون هم مثل باک دروغگوه. باک خیلی دلخور، غمگین و بیحاله. میره و آدام تنها میمونه تا فریاد بزنه. باک پیش پدر و مادرش میره و مادرش بهش پیشنهاد میده که به آدام فرصت بده تا احساساتش رو بروز بده و حداقل باهاش حرف بزنه. از طرف دیگه یکی از دوستان آدام بهش میگه که باید با باک حرف بزنه و گاهی وقتی آدما به خاطر عشقشون دروغ میگن چون اونو خیلی دوستش دارن. آدام یه روز به خونه میرسه و میبینه که یه پیام صوتی تو تلفنش داره. مادر باکه. به آدام میگه که پدر باک به 2 سال زندان محکوم شده و آدرس خونهشون رو بهش میده. آدام آدرس رو یادداشت میکنه و فوری میره که به باک برسه. بعد به خونه والدین باک میرسه. پدر باک قبل از اینکه بره زندان داره مهمونی برگزار میکنه. باک با پدرش حرف میزنه، بهش میگه که نباید نگران چیزی باشه و همه چی درست میشه. شروع میکنه به حرف زدن در مورد آدام. میگه که آدام پسر خوبی نیست براش و توی دنیای دیگه ای زندگی میکنه. باک با پدرش مخالفت میکنه و حرفاشو قطع میکنه. بعد از یه طی مسیر طولانی توی برف آدام خودشو توی خیابون خونه باک میبینه. اون نمیتونه خونه رو پیدا کنه، بنابراین شروع میکنه به فریاد زدن اسم باک. باک از پنجره اونو میبینه و عجله میکنه بره سمتش. باک بیرون میره و آدام ازش میخواد که باهاش بیاد کالیفرنیا چون اونجا پیشنهاد کاری گرفته. دارن حرف میزنن که پدر باک از خونه بیرون میاد. به آدام میگه که نمیتونه باش جایی بره چون خانواده‌اش بهش نیاز دارن. باک شروع میکنه به داد زدن روی پدرش. بهش میگه دروغگوه و کلاهبردار و میره پیش آدام. یه روزی که باک داره با مادرش تلفنی حرف میزنه، آدام میشنوه که میگه هیچ وقت بهش نگفته دوست دارم و تلفن رو قطع میکنه. بهش میگه چقدر بهش نیاز داره. باک چشماش پر از اشکه، اما به زودی متوجه میشه که نمیتونه با آدام بره چون باید کارش رو خودش انجام بده و میگه نمیتونه به آدام وابسته باشه. روزها میگذره و آدام متوجه میشه که علاقه و عشقش به علم به اندازه‌ایه که بتونه تنها بره. با شتاب چمدوناشو میبنده و با دوستش خداحافظی میکنه. 1 سال بعد آدام در حال ارائه کارش برای گروهی از آدماست. داره کاری که دوست داره رو انجام میده و زندگی خوبی داره. بعد از تمام شدن ارائه یکی از همکاراش بهش یه بسته میده. میره بیرون و در بسته رو باز میکنه. یه کتاب زیبا میبینه که روی جلدش عکس راکون هاست. کتاب رو باز میکنه و یه یادداشت از باک میبینه. اون کتاب جدید رو دوست داره که در مورد راکون ها صحبت میکنه و وقتی میفهمه لبخند میزنه و به رابطه قدیمیشون با باک فکر میکنه که شاید تموم شده باشه اما همیشه یادش میمونه.